یکی از روش‌های ارزیابی سلامت جنین بررسی الگوهای ضربان قلب جنین هستش که با دستگاه NST انجام میشه. دستگاه NST به ما کمک میکنه که جنین‌هایی رو که در معرض خطر هایپوکسی یا نرسیدن اکسیژن در داخل رحم مادر قرار دارن رو شناسایی کنیم. حالا به هر دلیلی، نارسایی جفتی، مشکل بند ناف، فشار خون مادر، قند خون بارداری و سایر دلایل. و به این ترتیب میتونیم با تشخیص زود هنگام جلوی بروز عوارض جنینی رو بگیریم. توی مرکز ما NST به عنوان بخشی از مراقبت بیماران و خانم‌های باردار از ماه 7 بارداری در طی مراقبت‌های مامایی انجام میشه. ممنون از شما.